سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا یه آهنگ خاص میتونه اشکتون رو در بیاره یا چرا ساعتها محو تماشای یه نقاشی میشید؟ امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ علم پشت این قضیه. با هم ایده های کلیدی کتاب مغز شما هنگام روبرویی با هنر رو بررسی میکنیم تا ببینیم هنر واقعاً چطور میتونه ما رو متحول کنه. خب، بیایید با یه سوال خیلی اساسی شروع کنیم. به نظرتون هنر یه چیز لوکسه؟ یعنی چیزی که فقط وقتی وقت و پول اضافه داریم سراغش میریم؟ یا نه، یه چیزیه که برای وجود ما واقعاً ضروریه؟ جوابی که علم به این سوال میده ممکنه حسابی غافلگیرتون کنه. بسیار خوب، بخش اول. هنر فقط یه چیز لوکس نیست، بلکه یه ضرورت بیولوژیکیه. بیایید ببینیم دنیای مدرن ما چطور ما را از این حقیقت اساسی دور کرده. از زمان انقلاب صنعتی به این ور، انگار همه چیز شده بهره‌وری و بازدهی، نه؟ هنر و خلاقیت شدن یه سری سرگرمیای خوشایند که باید به حاشیه رنده بشن. اما نتیجه چی بوده؟ همونطور که می‌بینید، استرس به اوج خودش رسیده، فرسودگی شغلی همه‌گیر شده و مشکلات سلامت روان روز به روز داره بیشتر میشه. انگار یه چیزی رو تو این معادله جا انداختیم. و اینجاست که به اصل مطلب میرسیم. نویسنده‌های کتاب میگن هنر یه چیز تجملی نیست، بلکه بخشی از بیولوژی ماست. این حق طبیعی ماست که انگار فراموشش کردیم. هنر اون راهیه که ما از طریقش دنیا رو حس می‌کنیم، پردازش می‌کنیم و به درون خودمون میاریم. حالا میرسیم به بخش دوم، علم نورو آرت. قسمت جالب ماجرا اینجاست که علم مدرن داره چیزی رو ثابت میکنه که هنرمنده و فرهنگ‌های باستانی همیشه به طور غریزی میدونستن. این حوزه جدید یعنی نورو آرت به ما نشون میده که هنر و سیستم عصبی ما چطور به هم گره خوردن. پس نورو آرتس چیه؟ این علم مطالعه میکنه که چطور تجربه‌های هنری و زیبایی شناختی به طور کاملاً ملموس و قابل اندازه‌گیری مغز، بدن و حتی رفتار ما رو تغییر میدن. به زبان ساده این علم ثابت میکنه که ما به معنای واقعی کلمه برای هنر سیمکشی شدیم. این جمله از دکتر تیلور واقعاً دیدگاه آدم رو زیر و رو میکنه. ما موجوداتی متفکر نیستیم که احساس میکنن، بلکه موجوداتی احساسی هستیم که فکر میکنن. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه ما حتی فرصت کنیم راجع به یه چیزی فکر کنیم، بدن ما از طریق حواس پنجگانه اون رو دریافت و پردازش کرده. احساسات ما همیشه یک قدم از افکار ما جلوترن. برای اینکه درک کنید ما چقدر موجودات احساسی هستیم، یه لحظه به این عدد فکر کنید. فقط و فقط در نوک یکی از انگشتای شما بیشتر از 3000 گیرنده لمسی وجود داره. بدن ما یه سیستم حسی فوق‌العاده پیچیده و قدرتمنده. و اگه این کافی نبود، باید بگم که در کل سطح پوست ما بیش از 4 میلیون گیرنده لمسی وجود داره. این یعنی ما دائما در هر لحظه داریم جهان رو حس می‌کنیم، حتی اگه خودمون ازش آگاه نباشیم. و قدرت هنر دقیقاً همینجاست. از اونجایی که هنر یک تجربه حسیه، میتونه ذهن منطقی و تحلیلگر ما رو دور بزنه و مستقیماً با بیولوژی ما ارتباط برقرار کنه. این تغییرات فیزیولوژیک حتی قبل از اینکه ما فرصت کنیم اون اثر هنری رو تحلیل کنیم، در بدن ما اتفاق میافتن. بسیار خوب، بخش سوم هنر به عنوان یک دارو. بیاید با هم ببینیم این ایده ها چطور میتونن به طور عملی به شفا و سلامت ما کمک کنن. یه کار خیلی ساده مثل خط خطی کردن رو در نظر بگیرید. شاید به نظرتون بی اهمیت بیاد، ولی وقتی شما حتی برای 15 دقیقه این کارو میکنید، سیستم پاداش مغزتون فعال میشه، وارد یه حالت آرامش بخش به اسم غرقگی یا فلو میشید و در نهایت سطح کورتیزول، یعنی همون هورمون استرس در بدن شما پایین میاد. به همین سادگی. اما تأثیرات هنر از این هم خیلی عمیق‌تره. واقعاً شگفت انگیزه. فکرش رو بکنید. رقص به بیمارای پارکینسون کمک میکنه بهتر راه برن. موسیقی آشنا میتونه خاطرات رو در بیمارای آلزایمر زنده کنه و حتی فرکانس‌های خاصی از نور و صدا میتونن به پاکسازی پلاک‌های مضر توی مغز کمک کنن. هنر واقعاً یه داروی قدرتمنده، اونم بدون هیچ عوارض جانبی. بخش چهارم، هنر و یادگیری. هنر فقط برای شفا نیست، برای رشد هم هست. بیایید ببینیم چطور محیط‌های غنی از نظر زیبایی شناسی میتونن به معنای واقعی کلمه مغز ما رو بزرگتر و قوی‌تر کنن.
این یه آزمایش کلاسیک و خیلی معروفه که توسط عصبشناسی به اسم ماریان دایموند انجام شده. اون یه گروه از موشا رو در یک محیط غنی پر از اسباب بازی و محرکای جدید قرار داد و گروه دیگر رو در یک قفس خالی و کسل کننده. و نتیجه باورتون نمیشه. فقط بعد از 2 هفته مغز موشهایی که در محیط جذابتر بودن 6% بزرگتر شده بود. در مقابل مغز موشهای گروه دوم تحلیل رفته بود. این آزمایش به طور قطعی ثابت میکنه که محیط اطراف ما به معنای واقعی کلمه مغزمون رو شکل میده. خب این قضیه دقیقاً در مورد ما انسان هم صدق میکنه. درگیر شدن با هنر ارتباطات عصبی رو در بخشای حیاتی مغز مثل مرکز حافظه تقویت میکنه و به تمرکز و انعطاف پذیری ذهن کمک میکنه. با توجه به این موضوع، حذف کردن برنامه‌های هنری از مدارس نه تنها اشتباهه، بلکه محروم کردن بچه‌ها از یکی از ابزارهای کلیدی برای رشد شناختیشونه. و حالا میرسیم به بخش 5 و شاید مهمترین فایده هنر، از بقا تا شکوفایی. هنر نه تنها به ما برای زنده موندن و یاد گرفتن کمک میکنه، بلکه کلید رسیدن به یک زندگی کامل و شکوفاست. این آمار رو ببینید، خارق‌العاده است. کسایی که به طور منظم با هنر درگیرن، حتی با کارهای ساده‌ای مثل رفتن به موزه هر چند ماه یک بار، 31% کمتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارن. این عدد تأثیر عمیق هنر روی سلامت کلی و طول عمر ما رو نشون میده. و اینجا میرسیم به قدرتمندترین و بهترین پیام کتاب. برای اینکه از تمام این مزایا بهره مند بشید، اصلاً و ابداً لازم نیست هنرمند باشید یا کارتون عالی باشه. این فواید برای همه ما، صرف نظر از سطح مهارت در دسترسه. مهم انجام دادن اون کاره، نه عالی بودن در اون. پس از کجا باید شروع کنیم؟ از همین کارهای روزمره و ساده. زمزمه کردن یه آهنگ موقع کار، یه پیاده‌روی کوتاه در طبیعت، گوش دادن به آهنگی که واقعاً حستون رو درگیر میکنه یا حتی بازی کردن با گل. هر کدوم از این کارهای کوچیک میتونه یه قدم برای بازسازی مغز شما به سمت بهتر شدن باشه. بنابراین سوال نهایی اینه: شما امروز چه قدم هنری کوچیکی رو وارد زندگیتون میکنید؟ لازم نیست یه کار بزرگ و پیچیده باشه. فقط کافیه یه قدم کوچیک بردارید و اجازه بدید بیولوژی قدرتمندتون بقیه کار رو انجام بده.